داستان در یک اتاق تاریک و ترسناک شروع میشه، جایی که یک دوربین در حال ضبط کردنه. مردی به نام جی در حال گریه کردنه و خون از یقه‌ای که دور گردنشه چکه میکنه. صدای مجری پیروزی او را تحسین میکنه و به او قول میده که میتونه به خانه برگرده. به محض اینکه بازی تموم میشه، اما مجری اعلام میکنه که زمان دور نهایی فرا رسیده. 3 جعبه ارائه میده و جی باید یکی را انتخاب کنه. او طنابی را میکشه و یه تفنگ ساچمه‌ای در داخل جعبه را نشون میده. مجری از جی برای شرکت کردن تشکر میکنه و یک نخ را میکشه که باعث شلیک تفنگ ساچمه‌ای اسباب‌بازی میشه و به زندگی جی پایان میده. در همین حال 4 دوست به یک خانه به تعطیلات میرن. این خانه قبلا متعلق به عموی جیمز بود که به پس از شکست سرمایه‌گذاری‌های همسرش خودکشی کرد. گروه ساعت روز را به جشن تولد آنینا جشن میگیرند و با فرارسیدن شب جیمز بازی حقیقت یا جرأت را شروع میکنه. آنیتا که به نیت پشت سوالات دوستش شک داره، نوبت خود را وارد میکنه. ملیسا یک جرأت میخواد، بنابراین جیمز او را میگه که من آنیتا را ببوس. ملیسا رد میکنه و میگویه نمیخواد جلوی همه ببوسه. جیمز اصرار میکنه که چون این خونه اونه، او هر چه بخواهد به دست میاره. آنیتا خجالت خودش رو کنار میذاره و به بوسه رضایت میده. دوتا زن همدیگه رو بوس میکنن. جیمز سعی میکنه ملیسا را ببوسه، اما او فوراً جیمز را هل میده. جیمز از عدم همکاری عصبانی میشه. ناگهان صدای عجیبی از بیرون میاد. متیو آن را بی اهمیت میدونه و میگه که جای نگرانی نیست، اما صداهای بیشتری به دنبال آن میان. همه ساکت میشن و جیمز با یک ترساندن ناگهانی اونا رو میترسونه. آنیتا میپرسه که آیا باید پلیس را خبر کنن. وقتی جیمز یک سیخ را برمی‌داره و میره تا بررسی کنه، بقیه چراغ‌های بیرون رو خاموش میکنن تا او بترسه و او مجبور میشه از چراغ قوه گوشیش استفاده کنه. ناگهان او یک جیغ میشنوه، اما فقط ملیساست که یواشکی آمده تا او را بترسونه. سپس جیمز شیئی را در میان شاخ و برگ ها پیدا میکنه و اون را به داخل میاره. گروه با دیدن یک دوربین و یک نوار شوکه میشن که جیمز قصد داره اون رو تماشا کنه. متیو اون رو ترسناک میکنه و آنیتا معتقده که دوربین به داخل اشتباه بود. وقتی جیمز به صاحبخانه کیست، آنیتا با تندی پاسخ میده که هیچ کس واقعا او را دوست نداره. آنها فقط به خاطر پولش با او صحبت میکنن. او نوار را از بین میبره. جیمز خشمگین سر آنها فریاد میزنه که از جلوی چشمش دور بشن و درباره مادر بیمار آنیتا یک حرف زشت میزنه. همه برای شب به اتاقهای خود میرن. در این لحظه یک شخص مرموز مخفیانه وارد اقامتگاه میشه و در حالی که جیمز در حال دوش گرفتنه، در حمام باز میشه. او یک تیغ را برای دفاع از خود میگیره، اما دوباره ملیساست. او اشاره میکنه که ممکن است به او علاقه داشته باشه و او آنچه را که زیر حولش بود اون نشون میده، اما فقط او میخندد و فاش میکنه که فقط او را دست انداخته. در حالی که متیو زباله ها را در اتاق نشیمن جمع میکنه، کسی دستایی ها پشت سر او ایستاده. او یک چراغ قرمز را روی یک دوربین مشاهده میکنه، اما با چرخیدن کسی اونجا نیست. پس از دور انداختن زباله ها، متیو از پله ها بالا میره و آنیتا را بیهوش پیدا میکنه. علاوه بر این ملیسا نیز بیهوش افتاده. او جیمز را صدا میکند، اما مرد مرموز از پشت یک سرنگ را در گردن او فرو میکنه. متیو پایین میآید و دنبال جیمز میگرده، اما در پیدا کردن او موفق نمیشه. او از خونه بیرون میدوه و بیهوش میشه. بعداً 4 دوست خودشان را میبینند که به یک دیوار بسته شدند و دوربینی از آنها فیلم میگیره. آنها مهاجم خود را تماشا میکنند که سوت میزنند و وسیله را جابجا میکنه.
سپس اتاق را ترک میکنه. جیمز تلاش میکنه زنجیرهایش را بکشه اما موفق نمیشه. آدم‌ربا آنقدر تقلا کردن تا در اتاق رختکن خود تماشا کنند. سپس با آنها نزدیک میشه و 4 نفر میزبانش بری را که ماسکره میشناسند. او دکمه‌ای را فشار میده که زنجیرهایشان را صفر میکنه. سپس او شمارش معکوس نمایش شروع میشه و چراغ‌ها مانکن روشن میشه. موسیقی و تشویق از بلندگو پخش میشه. او 4 بازیکن رو معرفی میکنه که وقتی او جزئیات خصوصی زندگی خصوصیشان را فاش میکنه شوکه میشن. بری میخواهد دوستان سنگ کاغذ قیچی بازی کنند اما گروه گیج است. بنابراین او یک استراحت تبلیغاتی میده و به اتاق رختکن خود میره. در حالی که قیچی را از کشو بیرون میآوره، بری تصادفی دستش رو میبره. جیمز فکر میکنه این یک نمایش واقعیت است و اونها فقط دارن شوخی میکنن، اما آنیتا میگوین که در نمایش بازیکنان رو بیهوش نمیکنن. جیمز اصرار میکنه که این یک شوخی است. آنیتا به او یادآوری میکنه که او تنها کسی است که قادر به انجام چنین شوخیه. بری با دستی باند پیچی شده میخواهد جلو بیایند و سنگ کاغذ قیچی بازی کنند. نتایج نهایی نامرتب است، بنابراین او اجازه میده خانم‌ها اول بازی کنند. او به آنیتا میگوید اگر برنده شود میتواند یک جایزه انتخاب کنه. آنیتا کاغذ را انتخاب میکنه. بری نشون میده شلیک او قبول میکنه که کارش اشتباه بوده و میگه که او میتواند با قیچی یا شلیک انتخاب کند. او شلیک را انتخاب میکنه. از آنجایی که ملیسا در دوره اول کاغذ را انتخاب کرده بود، بری با یک کارت دهان او را میبرد. متیو سنگ را انتخاب کرده بود، بنابراین بری با یک سنگ به سر او میزنه. سپس یکی از انگشتان جیمز را قطع میکنه. بری یک هفتیر بیرون میآورد و به سمت آنیتا شلیک میکند، اما فقط آتش بیرون میاد. او آنیتا را به دیوار هل میده و باعث میشه او بیهوش بشه. ساعتها بعد آنیتا بیدار میشه. جیمز از درد گریه میکنه. بری برمیگرده و یک فرفره روی دیوار نشان میده. همه برای جانشان التماس میکنند. بری میگوید که اونها در دور جایزه یک شانس خواهد داشت. هر کس بدترین کار زندگیش را اعتراف کنه، مرگ یا آزادی را به دست خواهد میاره. او ابتدا از جیمز میپرسه که جواب نمیدهد. بنابراین بری با یک عصا به کشاله ران او میزنه. جیمز اعتراف میکنه که در یک تصادف رانندگی بوده و پدرش تقصیر را به گردن گرفته. در آن تصادف اشلی مرد چون او آمبولانس خبر نکرده بود. وقتی از آنیتا پرسیده میشه، او میگه که یک وبسایت بزرگسالان ایجاد کرده تا هزینه جراحی مادرش را بپردازه که اکنون پشیمان است. متیو اعتراف میکنه که کلاهبرداری آنلاین روی افراد بیگناه انجام داده. ملیسا هم که میگه پیتبول‌ها را به جنگ انداختن سگ‌ها میفروشه تا پناهگاه سگش را تامین مالی کنه. بری از ملیسا میخواد فرفره را بچرخاند. او یک دوربین نمایش میده. اگر او 3 شهر معروف را در عکس‌ها پیدا کنه برنده میشه. ملیسا پاریس را پیدا میکنه. وقتی او به عکس دوم نگاه میکنه، یک سوزن شروع به حرکت به سمت چشم او میکنه. او نیویورک ها هم تشخیص میده، اما نمیتونه عکس سوم را تشخیص بده. بری میگوید او باید مجازات شود. همه از او التماس میکنن که به ملیسا یک فرصت دیگر بده. ملیسا دوباره از منظره یاب استفاده میکنه و وقتی دکمه را فشار میده، سوزنها به چشم شلیک میشن. همه وحشت زده و از چرخاندن چرخ امتناع میکنند. بری آن را به جیمز میچرخاند. او یک دریل برمیداره، میگوید باید جیمز را در اتاق دنبال کند، اما او جیمز را دوست ندارد چون زیاد حرف میزنه. او یک سکه پرتاب میکند و جیمز برنده میشه. بری سپس دریل را به آنیتا میده و به او میگه که باید در گوش متیو دریل کند. اگر این کار را نکنه، او در گوش ملیسا و جیمز دریل خواهد کرد. شمارش معکوس شروع میشه. بدون هیچ انتخابی آنیتا در گوشهای متیو دریل میکنه و باعث درد شدید او میشه. بعد از اتمام دریل را رها میکنه و آن را میشکنه. بری به خاطر شکستن قوانین سر او فریاد میزنه. او نوار را از دوربین برمیداره، به اتاق رختکن خود میره، نام متیو را روی اون مینویسه و آن را کنار نوارهای دیگه میگذاره. بری بعداً برمیگرده و میگوید این دور متفاوته.
بازی ویکالد روی صفحه ظاهر میشه و اون از همه یک سوال میپرسه و کسی که بالاترین امتیاز رو بگیره برنده است. بری میگه که از 100 نفر پرسید کدام قسمت بدن بیشتر درد میکند. متیو میگوید سر، ملیسا میگوید زانو، آنیتا میگه شکم. جیمز بارها تلاش میکند که به بری برسد اما زنجیر او را پایین میکشد. بری عصبانی میشه و میگه که درد او این 4 نفر هستند چون خوب بازی نمیکنند. او جوابها را فاش میکند. اول سر، دوم عضلات، سوم گردن و چهارم پاها. متیو اشاره میکنه که جوابها به 100 نفر نمیرسه. بری یک برگه دیگه پیدا میکنه که میگه شکم که بالاتر از عضلات است. این یعنی ملیسا باخت. بری زنجیرها را عقب میکشه و یک پست هیدرولیک را فعال میکنه. دستگاه یک سطح شیبدار را روی سر ملیسا پایین میاد اما بری آن را متوقف میکنه. او یک دور جایزه اعلام میکنه و میپرسه آیا کسی میخواهد جان ملیسا را با خود عوض کند؟ همه امتناع میکنند. ملیسا برای زندگیش التماس میکنه. سطح شیبدار فعال میشه و سر ملیسا را له میکنه. بری نوا را برمیداره و با جسد ملیسا میره. در حالی که چراغ‌ها سوسو میزنن او میخنده و آهنگ تیتراژ برنامه‌اش را میخواند. در اتاق رختکن او ماسکش را برمیداره و همان جراحتی را که به ملیسا وارد کرده بود به صورت خودش میزنه. او زخم‌های دیگری هم روی صورتش داره که نشان میده این اولین بار او نیست. در همین حال جیمز همچنان زنجیرش رو میکشه و صدایی را میشنوه که نمیشناسه. بری با یک تلویزیون برمیگرده و یک ویدیوی شکنجه را از ربکا را نشون میده. به صندلی بسته شده. او جلوی آنیتا میشینه و ماسکش رو برمیداره. آنیتا عذرخواهی میکنه اما او دوباره ماسک خودش رو میذاره. در ویدئو بری با اره برقی ربکا رو به 2 نیم تبدیل میکنه. بعد از رفتن بری جیمز میگه که آن مرد آشنا به نظر میرسه. آنیتا شک میکنه که متیو میدونه او درباره سایت بزرگسالان دروغ گفته. سایت متیو این را تایید میکنه و فاش میکنه که آنیتا قبلا کار میکرده است در برنامه بری میلر. جیمز آنیتا را سرزنش میکنه و جواب میخواد. آنیتا توضیح میده که بری میلر یک مجری مشهور برنامه بازی بود و او یکی از اعضای تیم بود. یک روز آنها فهمیدن که بری از تمام اتهامات تبرئه شده زیرا قربانیان شهادت خود را پس گرفتند. ربکا متقاعد شده بود که بری یک مجرم است اما آنیتا فکر میکرد شاید او واقعا بیگناه باشه. جیک اشاره میکرد که یکی از قربانیان ماشین جدیدی میرانده که نشان میده پرداخت رشوه است. ربکا فاش میکنه که شرکت‌ها افراد عجیبی را اخراج کردند تا تصاویر کانال را بهبود بدن. او شنیده بود که بری یک شکارچیه و هر کسی که ثابت کنه ماهیت واقعی اونو پول زیادی دریافت میکنه، به اندازه کافی برای جراحی مادر آنیتا میشه. بری یک بار او را لمس میکنه و چون او با او همراهی نکرد ترفیع نگرفت. جیک فکر میکنه که او دروغ میگه. همانطور که آنها صحبت میکردن بری با یک کیک برای تولد آنیتا رسید. همه تولدت مبارک خواندن. وقتی بری شانه های آنیتا را لمس میکنه ربکا عصبانی میشه و او را متوقف میکنه. بعدا ربکا و جیک را متقاعد کردند که او منابع انسانی شکایت میکند. آنها به او قول دادند که اگر او یک توافقنامه عدم افشار امضا کنه و شرکت را ترک کنه برگردیم به زمان حال. بری برمیگرده. جیمز التماس میکنه که او کاری نکرده و بری باید فقط آنیتا را مجازات کنه. جیمز قول میده که با پول خانواده‌اش به بری کمک کنه و ارتباطش بری خوشحال میشه و میگه سر جیمز را برای پدرش میفرسته. سپس بری سر وکیل شرکت رو میاره و آنیتا را مجبور میکنه زبانش رو بخوره. جیمز زنجیرش را انقدر محکم میکشه که آن را از دیوار جدا میکنه. او به بری حمله میکنه و آماده میشه با زنجیر حمله کنه اما بری دکمه را فشار میده و یک شوکر پنهان در زنجیرها را فعال میکنه و هر سه را بیهوش میکنه. لحظاتی بعد هر سه به میزها بسته شدند و زخمها را روی شکمهایشان میبینند. بازی بعدی تصمیم برش. او چاقویی را جلوی آنیتا میندازه و به رختکن میره. از طریق بلندگو
او میگه که 2 کلید داخل شکم متیو و جیمزه و جیمز یک کلید برای باز کردن در کافیه. آنیتا امتناع میکنه، اما برای تهدید میکنه که اگه اون کاری نکنه تا حد مرگ گرسنه نگه میداره. جیمز با آنیتا پول خوبی پیشنهاد میده اگر او را انتخاب نکنه. در ابتدا آنیتا متیو رو انتخاب میکنه، اما سپس برمیگرده و جیمز رو انتخاب میکنه. او شکم جیمز رو پاره میکنه و کلید را بیرون میآوره و جیمز را میکشه. او سعی میکنه کشو رو باز کنه، اما باز نمیشه. بری میخنده و میگه در به صورت مغناطیسی مهرموم شده و او اعلام میکنه که آخرین نفر بازمانده برنده است و متیو را از میز آزاد میکنه. متیو چاقو رو برمی‌داره و میگه هر دو نمیتوانند زنده بمانند، فقط یک برنده میتونه وجود داشته باشه. او به آنیتا میگه که دوستش داره و از او قول میگیره که برنده شه. سپس خودش رو میکشه. بری به آنیتا برای برنده شدن تبریک میگه و گاز خواب‌آور رو در اتاق پخش میکنه. آنیتا بیدار میشه، همه جسدها ناپدید شدن و در باز است. او به اتاق رختکن میره و تمام نوارهای قربانیان رو میبینه. او به یک کارت میدزده. در حمام خونهایش رو میشویه. یک اتاق کوچیک با عکسی از بری با همسر و نقاشی‌های ترسناک روی دیوار وجود داره. او از یک راهرو به اتاق دیگری میره که در آن بری از او میخواهد بازی نهایی را انجام بده. آنیتا وحشت‌زده جلوی 3 جعبه میشینه. برای یک بمب کاغذی منفجر میشه که او را بیشتر میترسونه. او تعجب میکنه که آیا فقط بریست، اما بری میگه که بری مرده چون او را کشته است. او میگه که دروغش رو به عموم اعتراف میکنه، اما بری واکنش نشان نمیده که او را متعجب کنه. بری عصبانی میشه و آنیتا را به خاطر بدنام کردن سرزنش میکنه. به او میگه که یک جعبه را انتخاب کن وگرنه مادرش را خواهد کشت. آنیتا یک نخ رو میکشه و جعبه حاوی کیک باز میشه. بری شروع به خواندن آهنگ تولدت مبارک میکنه. آنیتا کارت را بیرون میکشه و صورت بری را میبره. سپس فرار میکنه. او با عجله بیرون میره و فرار میکنه. همه چیز تمام شد، اما بری تیزر را فعال میکنه و او را به زمین میندازه. برای توضیح میده که هر زخمی روی صورتش نشون میده یک قتل است. بنابراین آنیتا جای خود را گذاشته و او را با زنجیر به داخل خانه میکشه. او سر آنیتا را برای مدتی روی کیک فشار میده، اما تعجب میکنه که هیچ سلاحی در کیک نیست. بری میگه که او میتواند برود و کیک خراب شده. ناگهان صورت آنیتا شروع به سوختن میکنه. چشمانش قرمز میشه. او میگه که هیچی نمیبینه. فریاد میزنه و سعی میکنه فرار کنه، اما میفته. بدنش تشنج میکنه تا اینکه میمیرد. بری کنار او میشینه، آهنگ تیتراژ برنامه‌اش رو میخونه. او نواری از خودش را نشون میده که در آن یک مجری برنامه گفتگو محور را شکنجه میده تا اینکه به اشتباهش اعتراف کنه. سپس بری سرش را با چکش خرد میکنه. او اهمیت نمیده، اون مهم نیست.